خداوند در 3 کار ما راضی است. اینا کدام عمل هاست؟ یکم چیزی که برای ما راضی می شود پروردگار خوشنود می شود این است که ما پروردگار را عبادت کنیم و به خدا شریک نیاریم. خداوند راضی می شود این که فقط و فقط از همون ذات شما حاجت طلب کنید. اولین چیزی که از شما راضی می شود. دوم چیزی که خدا از شما راضی می شود ای بندگان خدا این است که همگی شما به قرآن، به عملهای قرآن، به حکمهای قرآن تسلیم باشید، با یکدیگر اتفاق باشید، پراکنده نباشید. خدا از این عمل شما راضی می شود. سوم چیزی که از ما پروردگار راضی می شود این است که ما آن کسانی که بالای سری خود رئیس داریم اونها را نصیحت کنیم. هر یک رئیس، هر یک سردار باید که برای خود یک نصیحتگری داشته باشه. hayotda maqsad boy badavlat bo'lish emas, maqsad